خب برگردید به بغل دستتون بگید به چی فکر میکنی؟ خب میدونید بیشتر ما نمیخوایم کسی بدونه که داریم به چی فکر میکنیم. حقیقت اینه. ترسناک نیست اگه فکر کنیم که اون چیزی که در ذهنمون میگذره مثل یه فیلم روی پرده میاد؟ خیلی قشنگ نیست. ولی میدونید افکار ما خیلی مهمن، مخصوصا وقتی که تکرار میشن. حالا نه هر فکر کوچکی که تو ذهنمون میاد تو زندگیمون به حقیقت منتهی بشه. من دوست دارم به این صورت بگمش هر جا که فکر شخصی بره خودش هم دنبالش میره. همه میدونیم اگه به یه چیزی به اندازه کافی فکر کنیم، مثل دسر مورد علاقمون، آخرش اونو میخوریم. حتی اگه داری رانندگی میکنی، عجیبه که اگه روی یه چیزی خیلی فکر کنیم چطور روی احساسات و تمایلاتمون و یا درباره اینکه چی به سرت میبرده یا چقدر آزارت داده یه مدت زیادی فکر کنی، چقدر زود ناراحت میشی، حالت بد میشه، مچای گردنت میگیره. پس افکار روی ما اثر میگذاره. افکارمون واقعا بنیان خیلی چیزها توی زندگیمونن و مسلماً اونها و اساس پیروزی هایی که ما در زندگیمون بهشون امیدواریم.